در دنیایی که شب و روز تلاش میکنن تا از ما کسی غیر از خودمون بسازن، خود بودن و خود ماندن سخت‌ترین نبردیه که یه انسان میتونه داشته باشه. سلام و درود، من سپیده صبحانی هستم، روانشناس، و توی این قسمت از پادکست میخوایم درباره پرورش اصالت حرف بزنیم. درباره اینکه چطور میشه رها از نگاه دیگران زندگی کرد و خود واقعیمون رو انتخاب کرد. این بخش 4 از روایت من از کتاب محبت کامل نبودن اثر برنه براونه. امیدوارم که ازش لذت ببرید. هممون تصورمون از اصالت، یه فرد با اصالت، اینه که انگار یه سری آدما با اصالت به دنیا میان، مثلا تو خانواده‌های با اصالتی زندگی میکنن، و یه سری آدما نه، مثلا اصالتی ندارن. حالا ما توی کشور خودمون که خیلی اینا رو به دسته‌های سرسختانه و بیرحمانه تری تقسیم میکنیم، متاسفانه به واسطه فرهنگمون. داستان اینه که اصالت هم مثل همه مهارت‌های دیگه یه مهارته که ما باید بیاموزیمش. وقتی ما اصالت رو زندگی نمی کنیم خسته و فرسوده میشیم، چون مدام درگیر اینیم که دیگران چی فکر میکنن و تلاش میکنیم خودمون رو تو قالب‌های جا بدیم که به ما شاید تعلق هم حتی نداره، حتی انتخابمون هم نیست. این که ما بخوایم اصالت رو پرورش بدیم از جهتی امیدوار کننده است، از این جهت که ممکنه ارزش خیلی از ما باشه این خودمون بودنه. معمولا تو زندگیمون هممون دلمون میخواد یک بار حداقل بهش فکر کردیم که بابا من دلم میخواد خودم باشم، اما از جهتی هم برامون ممکنه خیلی سخت باشه. چرا؟ چون که برای اینکه تو بخوای این مهارت رو یاد بگیری و وارد زندگیت کنی، تو فرهنگ‌هایی که اصیل بودن معمولاً معناهای دیگه‌ای داره، مثل اینکه همرنگ جماعت باشیم قشنگه، یا اینکه پیوسته دیگران رو از خودمون راضی کنیم. حتی اگه دقت بکنی تو فیلم‌های قدیمی، حالا الان خیلی فیلم‌ها داره بهتر میشه، ولی فیلمایی که ما باهاشون بزرگ شدیم معمولاً آدم‌هایی که خیلی همرنگ جامعه بودن، بیش از حد از خود گذشته بودن، همه چیز رو قبول می‌کردن، به عنوان یک الگو برای ما در نظر گرفته می‌شدن، و آدمایی که از خودشون دفاع می‌کردن، می‌خواستن خودشون باشن، انگار آدمای خودخواهی اونا رو می‌خواستن نشون بدن، و این فکر نکنید که رو ذهنیت ما تاثیر نذاشته. حالا من بیشتر دارم در مورد کشور خودمون صحبت میکنم که خب در مورد فرهنگ ما این قضیه واقعا صدق میکنه. حالا باید چیکار کنیم؟ منظورمون از اصالت چیه؟ اصالت یعنی تمرین شجاعت برای پذیرفتن اینکه من کامل نیستم و قرارم نیستش که یک جایی در زندگیم پیدا بکنم که در هر موردی که فکر میکنم کامل باشم، بی‌نقص باشم. این تمایل ما برای اینکه بخوایم خیلی توی چیزی یا توی موارد مختلف عالی باشیم به ما آسیب میرسونه و باعث میشه که جلو نریم، چون همیشه میخوام اون عالی اتفاق برام بیفته. شجاعت اینو داشته باشم که بدونم آسیب پذیرم، چون انسانم آسیب پذیرم. یعنی قرار بر این نیست که ما انسانهایی باشیم که اگر قوی میشیم آسیب پذیر نباشیم. ما انسانیم، پس آسیب پذیریم. و خیلی جالبه که اگر من شجاعت اینو بخوام پیدا کنم که اصالت بیشتری داشته باشم، یه وقتایی باید مرزهامو با آدم‌ها هم بیشتر بکشم. حالا بیشتر در ادامه پادکست در موردش توضیح میدیم. و مشفق خودم باشم، هم در نقاط ضعف هم در نقاط قوتم. یعنی فقط اینطوری نباشه که تو نقاط قوتم، جایی که خیلی میدرخشم، با خودم مهربون باشم، بپذیرم که نقاط ضعفی دارم و اونجاها هم با خودم مهربون باشم. و یک مسئله دیگه‌ای که تو اصالت خیلی به ما کمک میکنه همین نکته است. من خیلی اینو میبینم که همه تمایل دارن به فردی که خیلی بی‌نقص و کامل باشه، یعنی اگر یه نکته‌ای توش میبینن دیگه انگار از طرف خوششون نمیاد، و من فکر میکنم این برمیگرده به اون تفکری که ما نسبت با دوباره به خودمون داریم. یعنی چون فکر میکنیم خودمون باید کامل باشیم، طرف مقابلمون رو هم اگر نقصی داره نمیپذیریم، در حالی که وقتی ما میتونیم پیوند و احساس تعلق با دیگران داشته باشیم که بدونیم که من کامل نیستم، تو هم کامل نیستی، هیچ کس کامل نیست، حالا من باید ببینم میتونم بپذیرم اون بخش‌های ناکامل طرف مقابلم رو یا نه. و این اصالته مستلزم زندگی کردن با تمام وجود و عشق ورزیه. حتی وقتایی که زندگی سخت میشه، حتی وقتایی که مثلا ممکنه شرم خیلی زیادی رو تجربه بکنید و کافی نبودن تمام وجودتون رو بگیره، در هر موقعیتی این کاریه که ما باید انجام بدیم.
حالا توی این مسیر ممکنه که یک اتفاقایی هم برای ما بیفته. ممکنه پیش خودمون بگیم که اگه اجازه بدم خود ناقصم آشکار بشه و دیگران اونو دوست نداشته باشن چی؟ یا اینکه پیش خودم بگم که اگر اون فردی که خیلی بی‌نقص بود و کامل بود یا حتی تلاش خودش رو میکرد باشه و مراقب همه چیز و همه کس بود رو بیشتر میپسندیدن چی؟ قضیه اینه که وقتی ما بخوایم یک کاری انجام بدیم فقط اون اراده نیستش که به ما کمک میکنه. اون سیستمی که درش وجود داریم هم خیلی نقش مهمی داره. یعنی ممکنه ما همه عزممون رو جزم بکنیم که برای خودمون زندگی کنیم، اما سیستمی که توش زندگی میکنیم تمام تلاشش رو بکنه که ما برگردیم دوباره به همون حالتمون. چرا؟ چون این بی‌نقص بودن، کامل بودن، بهترین حالت بودن یه ارزش در جوامع حساب میشه. پس ممکنه که شما با موانعی هم روبرو بشید و این خیلی طبیعیه که این اتفاق بیفته. وقتی ما یه کار تازه‌ای می‌خوایم انجام بدیم، حرف تازه‌ای بزنیم، کاری رو بکنیم که توش خیلی مهارتی نداریم، معمولاً احتمال اینکه آدم‌ها به ما حمله کنن، خوششون نیاد، بخوان انتقاد کنن وجود داره. و مسئله اینه که ما یهویی هم بیایم با آدم‌ها قطع رابطه کنیم. حالا من از امروز تصمیم بگیرم که خودم باشم. به این معنی نیستش که بخوام ارتباطمو با دیگران قطع کنم، یا اگر کسی بود از عزیزانم که این فرد جدیدی که من می‌خوام باشم رو قبول نکرد با اون قطع رابطه کنم. یعنی شجاعت اینو داشته باشیم که قصه خودمون رو بازگو کنیم و اشکالی نداره که به ما انتقاد کنن. میدونید؟ یعنی تحمل این انتقاد هم داشته باشیم. دیگران همیشه حرفی برای گفتن دارن و بعضی از اون دیگران هم عزیزان ما هن. قرار نیستش که به همشون ثابت کنیم چیزی رو. این اصالت از درونتون باید بجوشه و اجازه بدید که در درونتون هم اتفاق بیفته. حالا در این مسیر میتونید از چند تا در واقع تمرینی که میتونه بهتون کمک کنه استفاده کنید. اولیش اینه که بهوش باشید. میتونید یه هشدار برای خودتون ایجاد کنید، یه چیزی که ازش استفاده کنید و به یادتون بیاره که واقعا میخواید چه کسی باشید و تو مواقع مختلف بهتون کمک کنه. دومی که انگیزش رو واقعا در درونتون پیدا کنید. یعنی باید به این نتیجه خودتون برسید که این زندگی که من همیشه بخوام دیگران تاییدش کنن زندگی نیست که من واقعا بخوامش و این چیزیه که از درونتون باید اتفاق بیفته. پس اون انگیزه رو خودتون پیداش کنید. قضیه از این قراره که وقتی که ما اصالت رو انتخاب میکنیم و بقیه اون رو نمیپذیرن ممکنه مشکلی برامون پیش نیاد، ولی وقتی هدفمون این میشه که دیگران ما رو همیشه تایید کنن و دوست داشته باشن و اگر این اتفاق نیفته از درون آشفته میشیم و فرو میپاشیم. شما در نهایت این اپیزود چه چیزی در درونتون تغییر کرد؟ فکر میکنی که دوست داشته باشی اصیل و واقعی در این یک بار فرصتی که برای زیستن داری رو انتخاب کنی به جای همیشه مورد علاقه دیگران بودن؟